سرخط خبرها. هشدار ذبیح‌الله مجاهد به مخالفان اصولنامه جزایی. سخنگوی امارت اسلامی میگوید مخالفت با اصولنامه جزایی مخالفت با اسلام است. تاکید کابل و مسکو بر گسترش همکاری‌های نظامی. دو کشور توافق کردند راهکارهای برای مقابله با چالش‌های امنیتی منطقه‌ای نیز ایجاد کنند. تجربه نشان داد هر گونه روابط یک جانبه با روسیه باعث تحریک قدرت‌های بزرگ میشه. واکنش امارت اسلامی به پایان کار سیگر. ذبیح‌الله مجاهد میگوید که این نهاد در افغانستان فعال نبود و از بیرون کار میکرد. فعالیت‌های سیگر در افغانستان تاثیر مستقیم بر زندگی روزمره مردم بسیار محدود است. و رویارویی امریکا و ایران. وزیر خارجه ایران میگوید که نیروهای امنیتی این کشور دست به ماشه‌اند.